اینو برمیدارم شروع میکنم به قرار دادن روی لبه آزاد ناخون. بچه‌ها معمولا تو کاشت بیبی بومر لبه آزادتون کاملا اون رنگ مخالف است. حالا حتما سفید گچی نیست دیگه، ممکنه مثلا دست منو ببینید یه رنگ دیگه است اصلا عمرش. یه فرم کلی من با چوبک میدم، بعد با قلم پرس میکنم. میبینین این میام بالا با ضربه ما کاملا فیدش کردم. متوجه شدین داستانو؟ سرعت بالاتر میخوام مثلا الان، چون قدش بلنده دیگه، دنبال یه چیز با سرعتم. همه چی اگر تو سالنتون داشته باشین یا تو فضای کارتون داشته باشین سرعت کارتون خیلی بالا میره. این دیدم آقا شاید از چیه الکیه باشه. تست کن، هر چیز میبینی تست کن. یه قلم خوبی دارم بذارشش بس پودر گذاشتم که بفهمو قرار میدم. شروع میکنم به فیکسش توی قسمت ریشه، پخشش میکنم با ضربه. خیلی نمیدونم بچه ببینیم چیه این. 6 تا رنگ بیشتر نه. انگار دیسکو ژل نه؟ آره آفرین، دونه هاش انگار دیسکو. خب کلشو که اینجوری فرم دادم، حالا میرم قلم برمیدارم. چرا قلم ریزه رو همیشه تو ریشه استفاده میکنم؟ چون دنبال یه فیکس تمیزم. اون آره آفرین، قشنگ قرار نمیگیره تو ریشه. اون توپله ممکنه پرسش نکنه، بعد منو مجبور کنه به دورگیری زیاد. منم توی سیستم ژل دنبال اینم که دورگیری نداشته باشم. کاملا توی ریشه اول فرم ناخون رو بده، آپکست هم بساز. الان رسیدی به 2 و 3 کارت بانک. خب قلم درشته تو بردار، فرم کلی رو بده با ضربه. حالا باید فید کنم، فشار میارم به مواد و فیدش میکنم. زاویه دستمو بخوام بهتون بگم، نگاه از زاویه صاف یه کوچولو سر قلم میدم بالا که این ته برخورد کنه به این. مشکل شد. آره ما که